روز چهارشنبه 20 ایون پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ دستوری را برای حل مشکل خانواده‌های مهاجر که در مرزهای جنوبی کشور از هم جدا می‌شوند امضا کرد. سیاست نوی مهاجرتی امریکا که کودکان خانواده‌های مهاجر را از والدانشان جدا می‌کند، خشم بسیاری را در امریکا و خارج از آن برانگیخته است. دونالد ترامپ قبلا دموکرات‌ها را سبب جدایی خانواده‌های مهاجر معرفی کرده بود. انتشار صحنه‌های دلخراش از صدای گریه کودکانی که از پدر و مادر آنها جدا می‌شوند، مخالفت سختی را با سیاست‌های دونالد ترامپ در برخورد با مهاجران برانگیخت. آقای ترامپ پیش از امضای فرمان روز چهارشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود امیدوار است اقدام وی با طرحی که قرار است در کنگره درباره آن رای دهی صورت گیرد سازگار باشد. پیشتر خبرگزاری ریترز از قول دو منبع در اداره امنیت ملی امریکا گزارش داده بود که رئیس این نهاد در حال تنظیم کردن طرح برای امضای آن توسط دونالد ترامپ است. طبق آن از این پس همه اعضای خانواده‌های مهاجران که غیر قانونی وارد خاک امریکا می‌شوند در مرکزهای بازداشتی مخصوص نگهداری خواهند شد.